درود به همه آریایی ها از تاجیکستان، افغانستان، ایران، هر کجای دنیا، سر تا سر دنیا که دارین برنامه منو تماشا میکنین. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از برنامه امیرمونم. امروز یه ویدیو خیلی درخواستی که من خودم خیلی مشتاقم ریاکشن برم. الله تعریفی که ازش داشتم، یعنی یکی از بچه‌ها که از همین واژه الله که داشت الله داشت به من توضیح میداد، مناجات، عبادت، کلمه معنیش همین بود. البته خودش هم گفت از دیدگاه من، از دیدگاه خود من این معنیو میده. و زمانی که تاجیکستان یه زمانی که نمیتونست واژه الله رو بگه، واسه همین نمیدونم تو چه برهه‌ای بود، اینو یادم نیست، ولی تا جایی که یادم گفت مجاز نبود یا نمیدونم تحت چه شرایطی بود که به جای اون الله میگفت. الله الله ه دیگه آخرش نمیدون، ولی عبادت میکرد اینجوری. البته این دیدگاه دوستم بود و گفت همچین چیزی فکر میکنه و واسه منم جالب بود. گفتم این دیدگاه رو با شما به اشتراک بذارم و شاید هم همینطور باشه. بازم اگه اینطور نیست، اصلش یه چیز دیگه است، و حتما به من توی کامنت بگین، خیلی خوشحال میشم. و آره، یه موسیقی است درباره الله، بریم گوش بدیم و مثل همیشه این ویدیو قراره با هم دیگه کلی خوش بگذاریم. حالا اگه شاد باشه خوشحالی میکنیم، اگه غمگین باشه ناراحتی. بریم سراغ ویدیو. اتحاد فارسی زبانا به پیش. مسلیما و آهنگ اینجا زیاد واضح نیست. حکمت، شعر از حکمت و ارنجمنت سلیم بازم واضح نیستش. یا که من بگم در خواب شیرین بچه‌ی من میخندده، لبخندای او بچه‌ش روش زبنده. یه لحظه فکر کردم داره لالایی میخونه و معنی الله یعنی لالا لا 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 لایی لا 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 لایی. یه لحظه همچین چیزی اومد تو ذهنم گذاشت، نمیدونم چرا. و چه صدای خاصی داره این بانوی تاجیکستان، بی‌نظیره صداش. من به عنوان کسی که واکنش میرم، هیچ چیزی برای گفتن ندارم تا مغز و استخونم، یعنی نه بهتر بگم تا پوست و استخونم نفوذ کرد این صدا، مخصوصا این تحریری که الان دارم دوره پخشش میکنم.
الان میگویم. بازم حدسم البته نظریه خودم اینه که رو لالاییه. بازم نمیدونم. میدونین چرا ساکتم؟ به خاطر اینکه منو به یه دنیای دیگه از کودکیم داره میبره. هرگاه کی نظر کنم برگه واری و یاری خوش روگی گوهره و او ارزنده علت میگم بله ما علت میگم بچه ما علت میگم دختری جونم علیا الهی چقدرم نازه. الان میگویم دخترم، الان میگویم بچه‌م. هر وقت که نظر میکنم به گهواره یاد تو میفته. چرا من نشیده بودم این آهنگو و اولین بارم ریاکشن میدم به بانو مسلیما. چقدرم صدای طلایی داره. یه صداش برگ برنده داره. برگ برنده یه که توی هر جایی میتونه ازش استفاده کنه و این برگ برنده تموم نمیشه. مادام العمره. واقعا بی‌نظیره صداش. بنچ بود. خوابای خوابای تیفلکی خوش رویکی من محتابی شبای بچه دل جویکی من انقدر صدای خانوم مسلیما آرامش هست که منم دیگه کم کم داشت تو رویای بچگی خوابم میبود. چون هممون یه کودک درون داریم دیگه. برای من داره کم کم زنده میشه. من صدقه شوم دو چشم و ابروی سیاش یاری شاید که کلان شود رود سویکی من احساس میکنم روح از بدنم پر کشیده. فقط یک جسم بیجونی که الان اینجا هستش، نیمه جون البته بگم. روح من داره. ویدیو رو این کنار میذارم اینجا، داخل اون فضا پرسه میزنم. علت میگم بله ما علت میگم بچه ما علت میگم دختری جونم علیا علت
بله میگویم بله، یعنی عزیزم، فکر کنم همچین چیزی باشه، چون ما تو زمانی یکی از زبانهای محلیمون که فکر کنم این باج استفاده میشه، بله فکر کنم تو تالشی باشه. آره بله جان، نه گیلکی هم هست استفاده میشه. خلاصه فکر کنم عزیزمه، عزیز جان. قطع کنم تا اینجای، یعنی تا تموم شدن ویدیو من فقط یک کودک کودک 3 ساله بودم که با این آهنگ داشت یعنی گوش جان میسپرد و آرامش میگرفت. صداش مثل صدای یک مادر به دل من نفوذ کرد و آرامش رو به من هدیه داد. این روزا آرامش تنها چیزیه که نایابه، یعنی هست نایابم که کمیابه، ولی خب بابتش حتی هزینه میکنم، ولی خب آرامش تنها چیزیه که نمیشه با پول خرید. واقعا آرامش نمیشه با پول خرید. آرامش چیزیه که از درون به وجود میاد، یعنی بعد به یه مرحله برسین که اونو آره. ولی به هر حال که سعادت داشتم تا این آرامش رو یعنی بانو مسلیما توی یک موزیک به اسم الله به من هدیه بده. هر جای دنیا هستین، چه ویدیو رو میبینین چه نبینین، من وظیفه دارم ازتون تشکر کنم که این موسیقی رو خوندین و من گوش دادم و هم گوشم لذت برد هم هوشم لذت و از درون آروم شدم. آرامش میگم تنها چیزیه که این روزا خیلی سخت به دست میاد و من خیلی خوشحالم که این چنل رو دارم، با شما صحبت میکنم و اینجا با این موسیقی های زیبای تاجیکستان آروم میشم یا روحم شاد میشه و ازتون متشکرم که برنامه رو تماشا کردین. امروزم از اون روزاییه که واسهتون دعا میکنم تا روز خوبی داشته باشین و همچنین روزگار خوش و امیدوارم که سلامت باشین، خودتون، پدرتون، مادرتون، خواهرتون، برادرتون و یه دعا بزرگتر از این ندارم. امیدوارم که تا قدری که نیاز پول داشته باشین، تا این دنیایی که همش حرف از پوله، بتونین به سرتون پایین نیافته سر پولی که ساخت دست آدم. شما رو به خدا میسپارم تا ویدیو بعدی. تاجیکستان و اتحاد فارسی زبانان آریایی.